قصدم از حرف زدن راجع به خودم نبود، اصلا بی احترامی بود به یک آدمی که بعد از 30-40 سال زحمت با چه حقوق حقیری بازنشسته میشه. شاید 4-5 سال دیگه زنده باشم، ولی بعد از من خانواده‌م هم مشکل مادی نخواهد داشت. انقدر جور کردم، انقدر شم و شعور اقتصادی داشتم که نیاز مادی نداشته باشم، هم خودم هم خانوادم. شاید 1% یا 2% توی این شک و شبهه افتاده بودن که اکبرعبدی نیازمنده و جالبه بعضی هاشون میگفتن شماره کارت بده پول بریزیم به حسابتون. من میخواستم از اونا خیلی تشکر کنم و بگم که شما لطف کنید اون مبلغی که فکر کردید بعد برای من کارت به کارت کنید. من مشکل مادی اصلا ندارم. شما هم اگر قصد کمک دارید به اولین کسی که نزدیکتره به شما به اونا کمک کنید. 2% شنونده‌ای که این پیامو شنیده بودن منو تو ذهنشون دادگاهی کردن، حکم صادر کردن من آدم بدبختی ام، بعد به من کمک میشه. نه، صدقه سر شما من دارم، حتی به کسای دیگه هم بتونم کمک میکنم. شما هم اگر واقعا دست دهنده دارید بدید به آدمای نزدیکانتون. والله این تلفن یا این شبکه مجازی مال این کارا نیست، مال درد گفتنه. نمیخواد راجع به دیگران شما حرف بزنید و تصمیم بگیرید.